48 ساعت بدون گوشی، حتی تو محل کار، بدون هیچ پیامی، بدون هیچ نوتیفی. واقعا چی میشه کرد؟ سلام، من فرهاد هستم. توی این کانال میخوام برم دنبال تجربه هایی که همیشه ازش فرار کردیم. اولین چالش، 48 ساعت بدون گوشی، حتی توی سر کار. الان ساعت 6:30 صبح، گوشی میره تا کشو و دیگه دستم بهش نمیخوره. ببینیم واقعا چی میشه. سلام، امروز قراره 48 ساعت بدون گوشی زندگی کنم. اول صبح دارم میرم شرکت، نمیدونم بدون گوشی چطور قراره دوام بیارم. آقا، این حس خالی بودن جیب از دلتنگی برای گوشی بدتره. انگار یه عضو بدنمو جا گذاشتم خونه. هر چند دقیقه یه بار دستم میره سمت جیبم. بعد با خودم میگم داداش قرار بود ترک بدی. بعد جوری وانمود میکنم که اصلا دنبال گوشی نبودم، فقط داشتم شلوارمو صاف میکردم. الان سر کارم، ولی انگار دارم کارآموزی زندگی بدون تکنولوژی میگذرونم. حتی یه لحظه موس کامپیوتر لرزید، فکر کردم نوتیف وایبره. یعنی من الان باید تمرکز کنم با این وضعیت؟ خدایا خودت کمک کن. من به زور بدون گوشی صبحونه خوردم، حالا باید تا 2:30 هم دووم بیارم. خوشبختانه دوستم وحید همیشه کنار منه و از من حمایت معنوی میکنه. چه خبرته؟ همش دست تو جیبته، یه چیزی یادت رفته؟ 10 صبح زمان استراحته، ولی استراحت بدون گوشی مگه داریم؟ قبلا سری گوشی رو در می آوردم، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام. الان فقط یه فنجون چایی دارم و نگاه خیره به پنجره. حتی یه لحظه خواستم چایی رو اسکرول کنم ببینم آپدیت شده یا نه. ببینید بچه‌ها، من اون آدمیم که وقتی گوشی نیست یهویی یادش میفته کتاب هم چیز خوبیه. الان این موشن لپسی که میبینید دقیقاً لحظه‌ایه که مغزم میگه این کلمات حرکت نمی‌کنن. هر چند 5 دقیقه بعد حس کردم دارم زیرنویسی کتاب دنبال میکنم که نیست، ولی خب به خودم امیدوار شدم. خب این نمای هنری که میبینین نه فیلم جاسوسی نیست. دوربین رو چسبوندم به دستم تا حس کارگاه دفتر باز منتقل شه. دارم مینویسم. روز اول ساعت 13:02. هنوز زنده‌ام، ولی شاید دلم یه اسکرول بی هدف میخواد. نوشتن تو دفتر. تجربه عجیبه، یه جورایی انگار داری تو اینستاگرام لایک میزنی ولی واسه خودت، با خودکار. اینجا اون سکانس حماسیه که حس میکنم توی فیلم کریستوفر نولن بازی میکنم. اصلا موشن تایپ کردن، موس که با عظمت حرکت میکنه. فقط حیف که واقعا داشتم مینوشتم. امروز دلم گوشی میخواد، ولی خب با این ریتم حماسی حتی تایپ رمز وای فای هم قهرمان است. روز دوم و از همون لحظه‌ای که چشمو باز کردم مغزم مثل یه معتاد بی‌قهوه داشت جیغ میزد. کافئین. ولی من آروم بلند شدم، چون آدمی که گوشی نداره دیگه برای هر چیز کوچیکی تو استوری نمینویسه صبح بخیر رفقا. اومدم آماده شم برم بیرون. یه لحظه با خودم فکر کردم الان معمولا تا الان 3 تا پیام، 2 تا نوتیف و یه ویدیو از گروه‌های باحال دیده بودم، ولی حالا فقط من و صدای فن کامپیوتر که هنوز داره تلاش میکنه از استرس دنیای واقعی فرار کن. یه لحظه ناخودآگاه رفتم سمت میز، دستم رفت سمت جیب شلوار و مغزم گفت چک کن ببین گوشیت هست یا نه. و دقیقاً اونجا بود که فهمیدم ترک گوشی مثل ترک شکلات نیست، چون هیچ کس برای ترک شکلات مجبور نیست با خودش حرف بزنه. راه افتادم به سمت شهر بدون هندزفری، بدون آهنگ، بدون اینکه هی گوشی رو از جیبم در بیارم. حس عجیبی بود، یه جورایی انگار دارم با پای پیاده دو عصر دایناسورا راه میرم، فقط با بوی ساندویچی. به جای موزیک صداهای اطراف رو شنیدم، صدای پای خودم، صدای یک کلاغ که معلوم نبود چرا اینقدر عصبانیه و یه نفر که داشت با موبایل دعوا میکرد. البته موبایل اون بود، چون من فقط داشتم میرفتم قهوه بخورم، اونم با مغزی پر از سوالات فلسفی. بدون گوگل مپ چطور زندگی میکنن آدم؟ ذهنم شروع کرد به پرواز. اگه قهوه فروشی بسته باشه چی؟ اگه مسیر رو گم کنم چی؟ اگه اصلا همش خواب باشه و من هنوز تو تخت خواب باشم چی؟ این چیزاست که وقتی گوشی نداری بهشون فکر میکنی. سلام. چه وقت هست؟ وارد مغازه شدم با وحید، با اعتماد به نفسی که فقط یه آدم بدون نوتیفیکیشن داره. گفتم یه دونه چای دارین یا قهوه دارین؟ فروشنده یه نگاه کرد و گفت کاپوچینو یا لاته یا هر چیزی که دوست داری. گفتم هر چی باشه که حوصله آدم سر نره.
فعلا گوشی در کار نیست، اومدیم گربه بخوریم بابا. خیلی سخت بدون گوشی روزاتون بگذرونید. این بیچاره رو هم تو این راه انداختم، نمیدونه با بدون گوشی چجوری وقتاشو بگذرونه. خیلی سخته نه؟ از اعتیاد بدتر. نشستیم با وحید توی کافه، قهوه نداشت ولی خب چای هم رفیق هم دلیله. چای سفارش دادیم قند، چون هر شیرینی تو رفاقت میمونه تو چای لازم نیست. یه لحظه سکوت کرد، چون چیزی نبود برای گفتن، چون چیزی بود برای حس کردن. اون لحظه خاص که چای داغه، رفیق روبرود و گوشی نیست که خرابش کنه. ساعت بدون گوشی. راستش اولش فکر کردم قرار بمیرم، حتی وصیت‌نامه هم نوشتم. ولی حالا اینجا توی پارک خلوت با یه لیوان چایی بدون نوتیفیکیشن، بدون گوشی، ذهنم خالی میکنه. انگار گوشیمو گذاشتم کنار و خودم رو پیدا کردم. اگه از این تجربه حال کردی بزن یه لایک و بنویس چیکار میکردی اگه جای من بود زیر این کامنت ها. ممنون میشم سابسکرایب کنی منو و قسمت بعدی رو با هم بریم. قسمت بعدی یه ایده متفاوت از این سالش خواهد بود. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با این سالش همراه من بود. فعلا برم یه ذره به صدای پرنده ها گوش بدم تا گوشیم صدا کرده.